صدامونو داری؟ 안녕하세요. 전타라입니다. Welcome to our cooking program. چند دفعه این غذا رو درست کردم ولی به خاطر اینکه این دفعه داخل خوابگاهم و شرایط خوابگاه مقدار متفاوته یکم استرس دارم ولی امیدوارم همه چیز طبق برنامه پیش بره. 안녕하세요. 시마입니다. امروز اولین تجربه درست کردن غذای کره اونم به صورت گروهی واسه من هستش. چون پرام하고 설렘마음이 있는데 잘 되면 좋겠어요. امیدوارم خوب پیش بره. 안녕하세요. 지샥입니다. I'm very happy to be cooking for you today in front of camera with my pets, Chico and قشنگ. امیدوارم از ویدیومون لذت ببریم و حسابی دوستش داشته باشیم. 목적지가 한국인. 친구들, 파이팅! اینجا همدیگه رو داریم و با همدیگه حرف میزنیم، کارمون رو انجام میدیم. فایتینگ فایتینگ فایتینگ. میخوام مرغا رو ریز کنم. نیاز داریم که مرغا به این اندازه ریز بشه. حالا این دل بخواهه ولی من اکثرا خیلی کوچیک ریزش میکنم که خوردنش هم آسون تر باشه. دو تا خمار رو بشکنیم. آرد گندم رو اضافه میکنیم به همراه آرد برنج، یک مقدار نمک. دوباره شروع کنیم به هم زدن. بعد این باید یه دور آبم اضافه کنیم. بعد که آب رو اضافه کردم حدود 1 ساعت باید بمونه تا استراحت کنه و بهتره تو دمای 36 تا 40 درجه باشه که حسابی استراحت کنه. پس الان ما پوست سوسیس رو میکنیم که واسه رفتن توی آب جوشا آماده بشه. پوست سوسیس رو جدا میکنم. بریم. کم کم سوسیسا رو میذاریم توی آبی که به جوش رسیده تا حسابی پخته بشه و بعد از اینکه پخته شد بعد 1 دقیقه باید خارجشون کنیم و مرحله بلانچ رو انجام بدیم. حالا وقتی این شده که سوسیسامونو از آب یخ که همون مرحله بلانچ خارج کنیم. بسم الله. خب زندگی خوابگاهی خیلی سخته بچه‌ها، پیشنهادش نمیدم. ما رسیدیم به مرحله‌ای که سیب زمینی‌ها رو نگینی درست کنیم و بعدش باید بریزیم توی نشاسته ذرت. البته از گروه ایپکس. 가시 위에 떴나 있어게 위태로운 순간 어두운 내 안에 비친 건 너라는 하나 radiance 그 여기 있는 물결 그 옆에 맘을 적셔 나를 가는 맘이 터져 내 마른 강 위에 비처럼 스며와 숨을 채우던 내 안에 들었어 Thank you Thank you, love. 당신만 알아도 정신은 달아나. 우리 심장은 비로 세상을 쏟아나. You love, you love. You're my thank you, love.
سیب زمینی که نگینی کردیم و اول میذاریم توی آب جوش حدود 3 دقیقه جوش بخوره، بعد میذاریم بیرون خنک بشه و وقتی هم که خنک شد اینجوری بس سرش ببندیم و تا اینکه همه جای سیب زمینی رو بود نشاسته بگیره. خب حالا میخوایم اینا رو داخل خمیری که 1 ساعت گذاشته بودیم استراحت کنه بخوابونیم. حالا داخل پودر سوخاریمون میندازیم و همه چیزایی که اینجا درست کردیم و به همین مراحل پیش میریم. حالا هر بار تزیینات مختلفی هم میتونیم بهش اضافه بکنیم. تزیین کورنداگا تموم شد و این نمای نهاییشون قبل سرخ شدنه. چه مرحله رسیدیم؟ به مرحله سرخ کردنشون رسیدیم که وقتی هر طرف حسابی طلایی شد شعله رو کم می‌کنیم، بذاریم برای یه مدت توی روغن بمونه. تدا! ما تاراشی رو داریم که داره غذا رو سرو میکنه. خب نوبت تسته. مهیاشی چطوریه؟ عالیه. تنده؟ تنده عالیه. مارال مارالشی ببینیم که کره چه طعمی داره. تنده. خب خود مرتا بیاد. بعدی سلام. چه مؤدب. خوشمزه است. خودم هم بخورم. خوشمزه بود. ما هم غذا رو میخوایم تست بکنیم ببینیم که کورنداگ کره‌ای چه طعمی داره. 안녕하세요. 찬타라입니다. این اولین تجربه گروهی ماه و 0 تا 100 کار خودمون بوده. از طراحی لباس گرفته تا کاور آهنگ و طراحی دیجیتال. امیدوارم که اولین دیدار موکانچین توی کره باشه و همه ممنونه. 감사합니다. موکانچین 가자. 다짐처럼 버거워서 sometimes 나는 빈 가시 위에서 나 Stuck in hell 위태로운 순간 어두운 내 안에 비친 건 너라는 하나의 radiance 고요해 있는 물결 뒤엉킨 맘을 적셔 나를 가득 맘이 들어줘